درود به همگی عشقا، به کانال پوریا بوتک خوش آمدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. ویدیو امروز یک ویدیو پرحاشیه و امکان داره بعضیاتون گارد بگیرید، ولی به تمام برکاتی که میپرستید و همه چیزایی که اعتقاد دارید دلیل ساخت این ویدیو جنبه آموزشیه. به خاطر اینکه خیلی سوالا پیش میاد که تو خانواده ها مطرح نمیشه. جوونا خیلی سوالاتی رو دارن که نمیتونن، مخصوصا پدر مادرای ایرانی، ولی تو خارج از کشور مدارس یه سری چیزا رو توضیح میده. ما امروز قراره 15 تا سوال جنسی رو که از یک دکتر پرسیده شده با هم بخونیم. یک ویدیو آموزشی همراه با فان، چون عقیده من بر اینه که همیشه چیزهایی که آموزش‌هایی که درش خنده و انگیزه هست بیشتر میشینه به دل و بیشتر میتونن جذبش کنن. ما قراره 15 تا سوال جنسی رو که یک دکتر جواب داره با هم بخونیم. اول من جواب بدم و جواب دکتر رو ببینیم کدوم درسته، من چقدر اطلاعات دارم، تو چقدر اطلاعات داری. شاید این سوالا تو ذهن شما هم باشه. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید و یه سری از سوالای ذهنتون برطرف شه. لایک و کامنت سابیاتون نره، بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. شروع میکنیم با اولین سوال. سلام و خسته نباشید. ببخشید، من همسرم 3 ماه هست که بار داره. راستش الان 3 ماهی که رابطه جنسی نداشتم و بسیار نیاز به رابطه دارم و همسرم هم میگه به خاطر اینکه بار دارم بهتره رابطه نداشته باشیم و پیشنهاد دادم که از پشت رابطه داشته باشیم، ولی همسرم اصلا رابطه از پشت رو تایید نمیکنه و میگه برای خانم ها خیلی مضره. میخواستم بدونم اصلا رابطه داشتن از جلو در دوران بارداری آیا خطری برای مادر و نوزاد داره یا مشکلی در سلامت اونها ایجاد میکنه؟ با سپاس. من بر طبق اینفویی که تو ذهن خودم میدونم که تو بارداری به هیچ وجه رابطه هیچ ایرادی نداره، ولی فکر کنم 3 ماه آخر، فکر کنم یا 3 ماه یا 2 ماه آخر خطرناک باشه. جواب پزشکو ببینیم. با سلام، رابطه در دوران بارداری هیچ مشکلی نداره، ولی ترجیحاً در ماه آخر انجام نشود. اوه، اطلاعات پوتک رو ببین. موارد بسیار خاصی وجود دارد که رابطه زناشویی نباید انجام شود که متخصص زنان در صورت لزوم منع می‌کند، وگرنه در 90% موارد هیچ معنی ندارد. با احترام. سوال شماره 2. سلام، ببخشید من یه سوال داشتم. 3 سال ازدواج کردم، هنوز نتونستم با همسرم رابطه جنسی برقرار کنم. یا علی، مرد چی کشیده 3 سال؟ مگه میشه؟ حدود 1 ماه قبل رفتم معاینه پزشکی، به من گفتن که شما پرده‌تون خیلی کوچیکه، بسته، باید با لیزر برداری. بعد من رفتم این کارو انجام دادم، جراحی کردم، هنوزم نتونستم رابطه برقرار کنم. بدبخت شوهره. می‌خواستم بدونم میشه رفت دکتر آمپول BSC زد رابطه برقرار کرد برای دفعه اول یا نه؟ در ضمن از اسپری لیدوکاین استفاده کردم، تاثیر نداشته. واقعا گوخوری اضافه نمی‌کنم، ولی یه بیماری هست من واژنیسم، نمیدونم یه بیماری مدلی میدونم هست، ولی 3 سال خیلی ناجوره. جواب دکتر؟ با سلام، احتمالاً دیدی پوتی با اون چیزا من چقدر نمک نمیدونم چی بخونیدش دارید. آدرس سایت رو نمیذاریم بچه‌ها، ولی میتونید تحقیق کنید. فکر نکنید مثلا اگه سنتون کمه اینا به درتون نمیخوره. اصلا حتما برید تحقیق کنید. اینا چیزی که نه پدرمادرها یاد میدن، نه تلویزیون یاد میده، نه مدرسه یاد میده. سلام، چند مدت در صورتی که تمایل به نزدیکی دارم ولی پیشاب ندارم، لطفا راهنمایی بفرمایید. دن سرویس، این چه سوال مضحکیه؟ خب خاری چیز اصلا ربطی نداره. خب اصلا میتونی نداشته باشی، یه چیز طبیعیه. وقتی خیلی بالاست داری وای بده فاز. با سلام، پیشاب یعنی چی؟ دکتر اصلا نمیدونه چی هست. فرام در مورد کسی که نمیدونن چی هست مهم نیست، ندونید. بعدی. سلام دکتر، خسته نباشید. من 1 هفته پیش رابطه دهانی با یک دختر خانم داشتم که او برای من انجام داد. پس یه پسر داره میپرسه، یعنی اونلتم در دهان او قرار گرفت. آیا HIV مبتلا میشم؟ نه. نمیدونم چرت نگم، ولی نه. چه ربطی داره؟ بذار جواب دکتر. با سلام، اگر دختر آلوده به ایدز باشه از این طریق احتمالش خیلی کم نیست. HIV بیشتر از طریق خونه بچه‌ها و وقتی که مخصوصا اونا که خارج از کشورن و دیسکو یا پارتی کلاب زیاد میان، تو ایران هم که خدا پر پارتی. وقتی لب میگیری اگه گاز بگیرید خون بیاد، اگه اون دختر مبتلا باشه یا اون پسر مبتلا بشه، خونه میدونم بیشترین درصدش خون به خونه. سلام عزیزم، من در دوران عقد رابطه مقعدی با همسرم داشتم ولی جدا شدم و 1 سال از جداییمون میگذره. چقدر گیج شدم. اوکی 1 سال. می‌خواستم بدونم برای استخدام در نیروی انتظامی مشکلی ایجاد میکنه واسه من؟ آجی بذارید من کلمو بکوبم به این
کامپیوتر آخه لعنتی چه ربطی داره؟ مگه نیروی انتظامی تست مقعد میگیره؟ با سلام مشکل ایجاد نمی‌کند با احترام. دکتره چی کشیده آجی؟ سلام آقای دکتر، من 6-7 ساله میزنم. خسته نباشید داداش، ما اینجا تو چنل افرادی داریم 20 ساله میزنن. اما مدتی ترک کردم. به نظر شما بچه دار میشم؟ وای پوریا، آیا زدن باعث ناباوری میشه؟ نه دیگه نمیشه دیگه نمیشه. چرا باید این بشه؟ معلم پرورشی دروغگو رو ریدم روشون. با سلام، خود ارضایی ربطی به بارداری ندارد. تمام بزنید. سلام، خسته نباشید. ببخشید من 5 روز دیگه شب اول ازدواجم، مبارک بایستم. و همچنین اولین شب رابطم. خیلی پاکی واقعا تو این دوره زمانه، هم پسرش هم دخترش اگه شب اول ازدواج اولین بارشه، واقعا پاکی. دمت گرمه، پرچمت بالاست. میخواستم بدونم آیا شیلنگم باید حداقل چقدر باشه تا بکارت زن پارشه؟ یه سوال دیگه هم داشتم، آیا شما استفاده از ژل و روان کننده برای اینکه رابطه لذت بخشتر و بدون درد انجام بگیره تایید میکنید؟ تا اونجا که من اطلاعات شخصی میگه فکر کنم بالای 5 سانت اوکیه، نورمال فکر کنم بالای 5 سانت اوکیه، ولی اینکه ژل و اینا رو نمیدونم، به دکتر مراجعه میکنید. با سلام، بالای 7 سانت سوتی دادم، بالای 7 سانت مشکلی برای مصرف ژل نیست، فقط از انواع آبی باشد. آبی یعنی چی؟ ابی؟ نه ابی که خواننده است، نه روغنی. ترجیحاً هم با پیشنوازی خوب فضای لغزندگی فراهم شود. سلام دکتر، در چه زمان اثرات زدن از بین می رود و در چه زمان ترک می شود؟ نفس دلم، قبل از اینکه جواب آقای دکتر زیبا رو بدونیم، زمانی نیست که ارضایی از بین برود، زمانی ترک می شود که مغز تو در سلامت روانی کاملی به سر ببره. از نظر شخصی پوریا پوتک که هیچ گویی نیست، یعنی دکتر نیست، به نظر من زدن ایرادی نداره، ولی زیاد زدن کاملا بده و اون یعنی مغز تو از نظر سلامت روانی در خطره. جواب دکتر: با سلام، با تقویت سلامت جسمی ببین و روانی و معنوی خیلی زود بازسازی میشوید و زمان خاصی نداره. من اصلا باید دکتر جنسی میشدم. سلام آقای دکتر، بنده دیروز 3 بار با دوست دخترم رابطه خسته نباشید، همه دوست دخترت میگم چی کشیده بدون اون. بار اول و دوم تمیز بود، بار سوم مقدار کمی مدفوع. تو سلام. آیا امکان ابتلا به عفونت دارم؟ خیلی میترسم. آیا برای پیشگیری به پزشک مراجعه کنم؟ یکی اینکه من نظری نمیدم، فقط دم خودتو دوست دخترت کرد. با سلام، حتما باید سریع ادرار کنید. این خیلی مهمه، این واقعا مهمه، واقعا باید ادرار کنید. با آب و صابون محل را بشویید. بستگی دارد آیا آن خانم، اون ان نیست، خانم بیماری خاصی مثل ایدز و هپاتیت و زیگیل یا عفونت‌های مقعدی روده‌ای دارد یا خیر. بچه‌ها این مسئله به شدت خارج از خنده و شوخی. بعد از هر رابطه سعی کنید پسرا و دخترها ادرار کنید، خیلی مهمه. سلام دکتر، ازتون یه سوال داشتم. من در 7 سال یعنی نوکم به من. آیا در استخدام نظام آیا در استخدام نظامی رو میفهمم؟ آیا بخوای تو نظام استخدام شی باید تست مقعد بدی یا مثلا تست؟ اگه اینجوری باشه من ریدم دهن همه‌تون آخوندای کثافت. مگه میشه چنین چیزی؟ با سلام، خیر، مشخص نمیشه. این سوال پشمیزون بود. سلام، ببخشید من چند باری با دوست پسرم رابطه در حد لاجالابایی. آیا بابا چه ربطی داره دنس سرویس؟ وضعیت آموزش پرورش ما رو من ریدم روی آموزش پرورش. نه دیگه چرا؟ البته دارم زود زر میزنم، خیلی خطرناکه. بذار جواب دکتر رو ببینیم. با سلام، در صورت انزال در ناحیه اطراف واژن امکان حاملگی هست. مرسی، چقدر قشنگ دکتر توضیح داد. خیالم راحت. خیلی مهمه که آیا فاصله رعایت شه هنگام لاهایی یا نه. خیلی مهمه. امیدوارم منظورمو بفهمید. خیلی ساختن اینجور ویدیوها سخته. خیلی. سلام آقای دکتر، آیا روغن برای افزایش سایز آلت خوبه؟ عزیز دلم، راحت داشتم از خنده تو ذهنم پاره می‌شدم ولی خودم کنترل کردم. یه چیزی رو به همتون میگم، هیچ دارویی وجود نداره برای افزایش. تا اونجایی که تحقیق کردم، نه برای خودم، برای اطلاعات عمومی، که الان میگم درست نکنید، آشیه نکنید، جدی دارم میگم. یک عمل جراحی وجود داره، اونم درصدش پایینه، میتونن تا 2 سانت. دیگه جدیدترین علمو نمیدونم ولی تمام داروها، تمام چیزای اینستاگرامی دروغه. نیم سانتی متر هم نمیاد. اگه اومد بالا من آره. با سلام، هیچ اثری نداره. اینم از دکتر. ما که فرض کنید چی نیستیم، دکترم گفت. سلام، وقتی یک حرف بد یا چیز بدی میبینم همه راحتن، ولی من که 14 سال دارم سریع بزرگ میشه. خسته نباش. و خیلی ناراحتم. میخوام کوچیک
آجی نکن، چرا این کارو میکنی؟ سنی نداری خب، همه میخوان بزرگ باشه. جواب با سلام قابل کوچک شدن نیست و اگه اندازه مشخص هم بزرگتر نمیشود. مرسی، من نمیدونستم. یک حدی داره، تا یک اندازه مشخصی واقعا بزرگتر نمیشه. پاره نکنید همون قدری که هست استفاده کنید ازش. روزهای خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. سلام، اگر یک زن آلت مد رو و آب دهنش بریزه امکان داره پسر بیماری بگیره؟ من جوری که میدونم دختره مریض باشه آره، چرا که نگیره؟ اگه مریض باشه میگیره. جواب دکتر با سلام، اگر زن بیماری داشته باشد ممکن است به مرد با روش رابطه جنسی دهانی منتقل کنه. سال 15. سلام، وقت بخیر دکتر. من در یک هفته 3 بار مقعدی داشتم. یک هفته 3 بار. باز این خوبه، اون یکی یه روز 3 بار. خسته نباشید. به حد 2 روز درد زیادی دارم. طوری که به راحتی نمیشه بنشینم. چه کاری باید انجام بدم؟ واقعا نمیدونم. دکتر با سلام، متخصص جراح عمومی مراجعه کنید. فکر کنم مبحثش خیلی طولانی بود. بچه‌ها این تازه 15 تا سوال بود. من مطمئنم کلی سال. ببینید من از قصد ویدیو رو اینجوری شروع کردم. من یک بار قدیم ها راست حسینی بهتون میگم تصمیم داشتم یه ویدیو بسازم، چیزهایی که تو مدرسه یاد نمیدن، ولی هی میگفتم شاید فکر بد کنن. اومدم یه ویدیویی ساختم با سوال جواب دکتر، ولی اگه فکر می‌کنید لازمه واقعا میتونم یه نوع باحالی توضیح بدم، چون مطمئنم کسایی که سنشون کمه باید این چیزا رو یاد بگیرن. تو ایران بد جا افتاده، باید یاد بگیرن، باید بدونه چی چیه چی نیست، چون تو اون سن وقتی دیرتر بفهمه عواقب بدی خواهد داشت. به تمام اعتقاداتی که ندارم قسم، اعتقاداتی که خودم دارم بعضیاشو خیلی هم بهشون پای بندم، به تمام اون اعتقاداتی که خودم بهشون پای بندم قسم. هدفم پاکتون عاشقتون. خب گایز دمتون گرم. لایک کامنت سابیتون نره فریل و کتاب امروز. And all I could think about was how much I wanted. He's with the maggots now. What will be, will be. واقعا کاش به جایی برسیم وقتی از یه چی خوشمون نمیاد و دوست نداریم دنبالش نکنیم، یا لااقل به اون شخص بی‌احترامی نکنیم. بی‌احترامیه که باعث بی‌احترامیه. واقعا اگه یه روزی همچین فرهنگ‌هایی تو ایران جا بیفته، هوتک جزو اولین نفراست. عشق من نظم اونجوری هم نیست. خیلی‌ها تلاش کردن ولی شاید راههای متفاوتی رو خیلی‌ها رفتن، خیلی‌هاشون هم تاثیرگذار بودن. اگه فرهنگی جا بیفته تمام مردم ایران با هم و من مطمئنم یعنی ما 10 سال دیگه نسلمون بی‌نظیره. انسان خوبی باش ولی وقت تو برای اثباتش به دیگران تلف نکن. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. عاشقانه دوستتون دارم. گودبای.